خواهر جاویدان ابوالفضل که در جنبش زن زندگی آزادی وقتی برای آزادی ایران به خیابان آمد با صدها تیر ساچمه‌ای به قتل رسید. مردم شهر هم مشهد در کنار تمامی مردم دلیل کشورم از همون روزهای اول اعتراضات به خیابان ها اومدن و در نهایت با جمعیت میلیونی یک نه بزرگ به این رژیم جنایتکار گفتن. همون جایی که برادرم در خون خودش غلطید در بولوار وکیل‌آباد، مردم شهرم رو نیروهای سپاه به رگبار بستند و حمام خون را انداختند. این رژیم جنایتکار با این کشتارها، با این قتل‌ها و با این نسل‌کشی آشکار به پایان رسیده. اما این بار ما انقلاب کردیم. مردم ایران، ما انقلاب کردیم. برای رسیدن به نتیجه نهایی فقط کمی زمان لازمه و استقامت. حالا اینجا می‌ایستم و میگویم من برای تمامی آن بدن‌های در خون غلطیده، برای قلب داغ‌دیده ها، خانواده های داغ‌دیده که دردشون رو خوب میفهمم میجنگم. با هم میجنگیم و ایرانمون رو پس میگیریم. جاوید شاه.